محفل ظریفان یکی از مشهورترین آزمون‌های ایجادی و ذهنی بین دانشجویان کشور است که خوشبختانه سال روان این آزمون دوباره احیا گردید. دوستان عزیز، اومدیم که ما از جریان آزمون مذکور برنامه تهیه کنیم و رفت آن رو برای شما نشان دهیم. در برنامه مذکور با ما هم صحبت میشوند کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رازق زاده دیلاشو. رفتیم. سلام علیکم. خوب هستید؟ سلامت باشید. یکی از مسئولان آزمون محفل ظریفان کمیته کار با جوانان است و چنانه که میدونیم کارهای تشکیلاتی برداشت کمیته کار با جوانان گذاشته شده است. خب بیاید کمی درباره آزمون مذکور صحبت کنیم، چون چندین سال این آزمون برگزار نمیشد ولی این سال دوباره احیا گردید. تشکر زیاد. واقعا برگزاری آزمون جمهوری تلویزیونی محفل ظریفان که دوام یعنی قریب نزدیک به 7 سال برگزار نمیگردید، با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در دایره امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2025 تحت رقم AP 713 درباره جدول برگزاری جشن و سالگرد ایدو آزمون‌ها و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 یعنی تصدیق گردید. برگزاری آزمون جمهوری محفل ظریفان بین دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری راه اندازی کرده شد و این اقدام با مقصدی باز هم دریافت و یعنی معرفی نمودن چهره‌های نو از حساب دانشجویان لیاقتمند مؤسسه تحصیلات عالی کسبی است و در دایره آزمون الکی از جانب 32 مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری یعنی درخواست‌ها پیشنهاد گردیدند و از شروع از 10 نوامبر ما آزمون جمهوری تلویزیونی محفل ظریفان را بین یعنی 32 دسته که مرحله اولی آن از 10 آغاز می‌یابد، از 10 نوامبر آغاز می‌یابد و تا 27 فوریه سال 2026 ادامه می‌یابد آغاز نمودیم و بین اول دسته ها این دسته یعنی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان و دسته سیاح از دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار کرده شد و امروز ما در مرحله یعنی نوبتی آزمون بین دسته های آموزگار از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسمی با نام دسته مهندسان جوان اشتراک داریم. بله. آزمون مذکور هستن در تالار کاخ سروش برگزار میشه. اینجا ببینیم که اینجا شرایط خاص فراهم آورده شده. البته ما به اون خاطر که امروز در یعنی شهر دوشنبه که اکثرا در یک جا آزمون برگزار نماییم، در همکاری با سروش میدیا تصمیم گرفتیم که ما برای ما شرایط مهیا سازند تا ما یعنی برگزاری آزمون تلویزیونی محفل ظریفان را در این تالار برهوا برگزار نماییم و امروز در این جایی که شما میبینید اینجا جای هیئت حکمان است. بله، هیئت حکمان است و برای آوازدهی برای یعنی اون شرط هایی که در نظامنامه محفل ظریفان مقرر شده است از جانب 5 یعنی هیئت حکمان 5 نفر هستند. از هیئت حکمان از 5 نفر عبارت میباشند و هر کدام از مهارت و ملکه و کسبیتی که امروز یعنی دانشجویان پیشکشی ما و شما میگردونن با حضور میکنند و با یعنی طرز معاصر. قبلا تکمچه‌های مخصوص هست دوستان عزیز. قبلا مثلا سالهای پیش که برگزار میشد تابلوهای مخصوص بود، مثلا 5 خال 10 خال گفته این گونه میبرداشتن، ولی حالا الکترونی شده است. بله بله، به طور پور الکترونی براه موندیم و در این اکران هایی که در نزد اینجا پایان هست، اکران هایی که در پیش ایستادن خال های گذاشته شده در اکران ها نمایش داده میشه. خب خود انتخاب داوران چگونه است؟ مثلا داوران از اولی آزمون تا آخر آزمون یک داور هستند که آنها عوض میشوند، چگونه است؟ واقعا برای شفاف برگزار نمودن آزمون موافق نظامنامه آزمون ما از نهادهایی که به واسطه برای یعنی مهارت، ملکه، کسبیت هر یک دانشجو میتوانند که بهاگذاری کنند انتخاب نمودیم و امروز ضرور شماریدیم که یعنی همین 5 نفری که در اعضای حکمان انتخاب می نماییم
2 نفری اونها دائمی باشند و 3 نفری اونها عوض شوند. حدود 3 نفر اعضای حکمان رو از دیگر نهادها باز انتخاب میکنیم و برای مرحله نوبتی آزمون اونها بها گذاری میکنیم. اینجا جای اعضای حکمان بود. خب همینجا میگونه بها میگذارند و صحنه رو میبینیم. خب عموما نظامنامه آزمون از جانب کی تهیه شد؟ واقعا بعد از تصدیق جدولی که قبلا ذکر کردیم، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتند که در یک جایگی نظامنامه را تهیه نمایند و ما در اساس گروه کاری کمیته تدارکات آزمون نظامنامه محفل ظریفان را در یک جایگی بین 4 نهاد دولتی تصدیق نمودیم و یعنی امروز همین نظامنامه مورد عمل قرار داده شده است و شرط هایی که در نظامنامه پیشنهاد شده است پر یعنی با نظامنامه قبلی مقایسه کرده شده است. فقط در نظامنامه که در نو وارد کردیم ما یک شرط دیگر رو وارد کردیم که این منالوگ حجوی است که در نظامنامه قبلی که محفل ظریفان برگزار میکردن موجود نبود و ما در مرحله نو یک شرط دیگری که وارد کردیم. بله. خب اصلا کدام شرط ها هست اینجا؟ سلامنامه است. سلامنامه تا حدود 10 دقیقه تا حدود 7 دقیقه میتوانند برای هر یک گروه پیشکش کنند و صحنه‌چه حجوی است تا حدود 15 دقیقه سرود حجوی و شرط دیگری آزمون تقلید است. همزمان 3 سوال با ظرافت دیگر شرط آزمون که از هر یک دسته به یکدیگر سوال ها میدن و از جانب دیگر دسته جواب با ظرافت پیشنهاد شوند. همزمان خیلی خیلی کردیم این منالوگ حجوی استنداپ که امروز مشهور است یعنی در شرط دیگری آزمون ما وارد کردیم که از جانب دسته ها پیشنهاد کرده میشه. خب باید دادور شد که دوستان عزیز آزمون تلویزیونی محفل ظریفان از جانب تلویزیون سفینه ثبت و پخش می‌گردد و ما کوشش می‌کنیم که این آزمون رو در سطح شایسته برای بیننده ها پیشنهاد کنیم و اینجا میشه ببینیم دستگاهایی که ثبت میکنن. حالا بچه‌ها اینجا سیم درست میکنن. اینجا ثبت پروژه تلویزیونی از جانب به واسطه سروش میدیا یعنی برای مونده شده است در همکاری با دستگاه تلویزیونی سفینه هستند. در همکاری با تلویزیون سفینه پر برنامه نوار برداری می شود و پیشکشی تماشابینان کرده می شود. خب صحنه اینجا مانیتور مخصوص است. در صحنه مانیتور خودی نوارها رو خودی دانشجویان آماده میکنن هر یک. ما با مقصد باز هم جالبتر شدن برنامه از یعنی دستگاه‌های معاصر استفاده برده استادیم و امروز تکنولوژی که در کاخ سروش فراهم آورده شده است به واسطه دسته ها از یعنی امکانیت های معاصر اطلاعاتی ثمرناک استفاده میبرند و تمام آن قبلا که در یعنی بانرها و شیرمه های علاهیده پیشکش تماشابینان میکردند امروز اکثرا کارها توسط یعنی اکران ها به راه مانده شدند و باز هم یعنی جالبتر و خاطرماندتر برده استفاده است. خب آزمون چند دور دارد است؟ موافق نظامنامه آزمون اصلا از 3 مرحله عبارت است و در مرحله اول آزمون ما یعنی توانستیم که از میان یعنی دانشگاه عالی 32 دسته را انتخاب کنیم. یعنی 32 دسته که در مرحله اول برآمد میکنن 16 برنامه تلویزیونی میشوند و در مرحله نوبتی یعنی 8 دسته میمونه. از 32 دسته 16 دسته انتخاب میشوند و 8 برنامه تلویزیونی ثبت می‌نماییم و بعد مرحله دیگری آزمون مرحله یعنی یک چهارنهایی است و در این مرحله 8 دسته بین هم سبقت می‌نمایند و 4 دسته بهترین به دور نیم نهایی یعنی روخت میگیرند و در دور نیم نهایی 4 دسته یعنی 4 دسته ما تقریبا ماه‌های اپریل سال 2026 به نوبت گرفتیم که آنها بین هم سبقت میکنند و مرحله فینالی آزمون این ماه مای بخشیده به روز جوانان تاجیکستان جنبست میگردد و اشتراکچیان با تحفه‌های خاطری و پولی مالی قدردانی میگردد. این چه گپ دندان تیلا ماده شد یا که هیلو یا که چاو ماده شد این چه گپ این چه گپ این چه گپ
این صدای خونه که داری کی سروینده نشیدی من سرویناز گپ شده بام تیا ای سرویناز جنجال نکنید دوگانه ها میگویم انا سرود حجوی اینکه باید سراینده توسط حج تمام مشکلات جامعه را گوید. انا بچه جانی من امانالله جان. السلام علیکم موچه جان. السلام علیکم اپاها. عیناً ما برای انمی مسئله پیش شما اومدم. گفتم که یکی همی فکرای شما مرا یاردم میتونم همی سرودی حجوی من می نویسم. ای امانالله جان میدونی درباره چی نویس؟ خیر همین دخترای هستن کو میگویی لواشون زنبر گزیدگی همین خبدفته هسته کی باور کن من شرم دارم. این بوتکس است موتکس است نمیدونم چیه لیکن همین قدر بزه. وقتی ما نخستین آزمون رو دیدیم تالار خیلی پر از آدم بود. فکر میکنم رقابت ها خیلی سخت است، طلبات هم خیلی زیاد است و خودی دانشجویان و خودی دانشگاه ها علاقه خیلی زیاد دارن به همین. بله یعنی آزمون ما از ماه سپتامبر سال 2025 علاقه نظامنامه رو به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور روان کردیم تا آنها آمادگی جدی بینن و از هر یک مؤسسه علاقه با کارگردان های شناخته آنها دسته ها رو حتی آماده کردن و از نخست نمایش برنامه ما یعنی دیدیم مشاهده کردیم و احساس کردیم که واقعا هم دسته ها با یک آمادگی جدی اشتراک کردن و هنر و مهارت واقعا هم بلند خود را در آزمون مذکور نشان دادن. اینجا پشت صحنه است دوستان عزیز، ما در پشت صحنه دانشجویان اشتراکداران آماده میشوند و همین طور بالای صحنه میروند. پشت صحنه رو بار میبینیم که در چه شرایط آنها آماده میشوند، چگونه خودشون رو به قول گریم میکنن، آرایش میدهند. واقعا هم یعنی امروز بین دانشگاه آموزگاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدینی یعنی دسته آموزگار و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی دسته مهندسان جوان یعنی با یک آمادگی جدی علاقه آمادگی خود رو دیده ایستادن و در اینجا جای مکانی است که یعنی در هر یک برنامه میتوانند که یعنی لباس جایهای خود رو عوض کنند و نوبت گیرند و در اینجا دو یعنی اتاقی است. بله دو اتاقی است که برای دانشجوها علاوه جای داده شده است و رقیبان رو در بر هم بله در اینجا آماده میشوند و به صحنه بله و همچنین جریان آزمون توسط این مانیتور نیز برای آنهایی که در پشت صحنه نشستند نشان داده می شود که مثلا حالا آزمون چه جریان دارد. از اینجا نوبتی خود را میبینند آماده میشوند و به مرحله نوبتی میبرند. یک نکته دیگر است که یعنی آزمون از جانب راوی پیش برده می شود و هر یک شرط آزمون در علاوه‌دگی بهاگذاری کرده می شود. بله خب من میبینم که اینجا والنتیران کمیته کار با جوانان بسیار رفت و آمد دارند. یعنی یکی از مسئولان آنها هستند که برای در سطح خوب برگزار شدن آزمون مساعدت میکنند. ما حدود 50 نفر والنتیران کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در هر یک برنامه جلب میکنیم تا با ما خدمت رسانی علاقمند رو وابسته به یعنی نشست اشتراکچیون آماده نمودن پشت صحنه و پیشوازگیری مهمانان و دیگر طلبات هایی که امروز در خود تالار باید به راه مانده شود از جانب والنتیران خدمت رسانی علاقمند رسانده می شود و بسیار یک فعال نیک است که امروز فعالیت والنتیری در کمیته کار با جوانان رشد کرده است و آنها اختیاراً به این کارها جلب می شوند و سهم شایان خود را در رشد فعالیت والنتیری گذاشته ایستادند. واقعا خیلی جالب است. همین آزمون محفل ظریفان یک زمان خیلی شهرت زیاد داشت. بله آنهایی که دانشجو بودن سالهای پیش الکی میدونن که این آزمون چگونه است. حتی وقتی ما دانشجو بودیم مرحله اولش رو در خود دانشگاه برگزار میکردیم، در دانشگاه آماده میشدیم و بهترین ها از خود دانشگاه انتخاب میشدن. باز به دوری اکثریت دانشگاه ها نیز همین گونه امروز یعنی دسته ها رو آماده میکنن در بین فاکولتیت ها یعنی مرحله انتخابی آزمون رو برگزار میکنن و دسته مکمل رو عبارت از 16 نفر به دور یعنی مرحله یکم مرحله که بین دسته شماره اشتراکداران هم بله معلوم است حدودی تا 16 نفر رو 16 زیاد نفر موافق نظامنامه
ما از 16 نفر بیش اشتراک کرده نمیتونیم. بله. تا 16 نفر. بله. خب همین گونه برگزار میشه. بله. از این حال آمادگی رفته ایستاده است. بله میبینیم که همه در بله. حرکت هستند. بله. ساعت در یک دو. هفته چند بار شما ما اینجاست؟ طبق نظامنامه مرحله که یکمی آزمون که بین 32 دسته به نوبت گرفتیم، یعنی تقسیم بندی کردیم. در یک ماه 4 برنامه ما ثبت خواهیم کرد و بین دسته ها سبقت میکنن و مهارت و ملکه خود را نشان میدن که امروز این مرحله دور دوم است. بین بله. دیده ایستاده که دور خب دوم. باز دورهای دیگر کدام؟ سنه 20 نوامبر بین دسته دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده و فیلیال دانشگاه دولتی مسکو در شهر دوشنبه به نام لامانوسوف در شهر دوشنبه یعنی سبقت میکنن. آنها نیز به یک آمادگی جدی یعنی انتظاری آن روز هستند و ما امید داریم که آنها نیز یک برنامه خوب و جالب برای ما پیشنهاد می‌نمایند. خب آنهایی که در آزمون غالبیت به دست میارن به دور نهایی میرسن، خودی آینده اون دانشجویان چی میشود؟ برای آنها چی امتیازها بغیر از تحفه های پولی و مالی چی امتیازهای دیگر داده میشود؟ البته امروز یک دانشگاه برای خود همین برگزاری در سطح بلند برگزار شدن یعنی آزمون تلویزیونی محفل ظریفان اقدام های نیک پیشه کرده است. آنها در وقت‌های خالگی تمرین‌های خود را انجام می‌دهند. همزمان نفرانی که در این یعنی مرحله نهایی آزمون جای‌های نمایان شامل می‌گردند بغیر از مکافات‌های پولی کلان یعنی به هر یک اشتراکچی برای دستنی به هر یک اشتراکچی علاوه دیپلم، سپاسنامه، تحفه‌های خودروی از جانب کمیته کار با جوانان وزارت دارایی دخدار یعنی الکای ما تحریزی کرده ایستادیم که تقدیم کنیم و همزمان یگان امکانیت و امتیازهایی که امروز دانشگاه دارند از جانب خود دانشگاه برای آنها شرایط مهیا کرده میشه. یعنی خود دانشگاه وابسته به خواهش خودشون میتونن اون دانشجویان البته برای آنها مکافات بدهند یا امتیازهای دیگر برایشان پیشنهاد کنند. خب تشکر زیاد. خب ما حتما که در جریان آزمون خواهیم بود و از برگزاری هر دوری آن برنامه تهیه خواهیم کرد و حتما که بینندگان طریق شبکه تلویزیونی سفینه انتظار شوند. ما آزمون مذکور رو هر هفته طریق تلویزیونی سفینه پخش میکنیم و از اونجا رفتی آزمون رو خواهند دید، چون همه نمیتوانند آمده و آزمون مذکور رو تماشا کنند. خسته نباشید، موفق باشید. تشکر زیاد.